ودودتان روی نادیله. بسم الله الرحمن الرحیم. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 121 مهندسی جهر رو با تبرق یک کتاب دیگری آغاز میکنم. کتابی که قاعدتاً باید ترکی باشه، ترکی نوشته شده باشه، باید دستخط باشه، خطی باشه، باید قدیمی باشه، باید تخصصی باشه، باید علمی باشه یا ادبی باشه یا زبانشناسی باشه. ما اگر خاطر شریف دوستان باشه، من یه کاری میکردم که میرفتیم و در این فایلی که ما قبلا دانلود کرده بودیم کتاب های رو که ترکی بودند دانلود کرده بودیم رو میخوندیم. ما اینها رو حالا بذار ببینیم این چی هست. این رو من باز فراموش کردم که از دوست کرده با هم مرور بکنیم. این از این. خب چیزی که الان وجود داره اینه که ما در اینجا فکر میکنم این مقدمات الادب عربی ترکی و مقدمات الادب زمخشری رو ما قبلا خوندیم، ولی فکر میکنم حالا برمیگردیم نگاه. اجازه بدید من اینو باز بکنم. دیروز یک کتاب بسیار جالبی رو خوندیم که به فارسی بود، البته ترجمه ترکی و ترجمه یعنی اصل اون رو به همراه تصویری از اصل نامه های شهید نادرشاه افشار رو خوندیم و این کتاب رو هم باز بکنیم که ببینیم چی هست. من فکر کنم قبلا این رو خوندیم، چون که اینجا الان میبینید که از وسط تقریبا آخرای کتاب رو نشون میده. ما قبلا این رو تلاش کردیم بخونیم. حالا اون یکی کتابی که اینم مال زمخشری که همون کتاب هست فکر کنم. قبلا این رو هم خوندیم. حالا میشه مقایسه کرد این دوتا رو، دید که چه فرقی با هم دارن یا ندارن. اوکی، این مال افشار هست، همون زمخشری هست. و اون یکی چجوری باز شده پس؟ خب حالا میتونیم این رو جدا بکنیم و ببینیم که صفحه ها رو مقایسه بکنیم. صفحه اول رو میاریم اینجا و اینجا هم همین کار رو میکنیم. باز اینو کوچیک بکنیم که دوتا در یک صفحه جا بگیرن، بشه مقایسه شون کرد. خب این ما هر دوتا کتاب رو الان میبینیم. این در عثمانی نوشته شده، این خیلی معلومه که اون هست، و این در کتابخانه مجلس شورای ملی، یعنی زمان بعد از مشروطه هست. حالا در چه سالیه اون رو باید بررسی کرد. ولی هر دوی اینها رو فکر کنم قبلا ما نشون دادیم که چی هست. بریم صفحه این رو هم ببینیم. این دستنویس هستش، این دستنویس یا چرکنویس اولیه هست، این دیوانی نویسه. فرقش در اینجا هست البته که
بذار ببینیم بسم الله رو این از کجا آورده یا نیاورده. این نشون میده که این نسخه‌ای که در ایران وجود داره ازش یه تعدادی از صفحه ها افتاده. اینجا یه 67 نوشته که احتمال میدم حالا پیدا کنه که صفحه ها عین هم باشه چیز نیست، ولی عین هم دارن به ترکی عربی رو یاد میدن هر دوتا. خب اینها رو فکر کنم چون قبلا خوندیم و یه مقدار هم برای من سخت لغت خوندن، اینها رو کنار بذاریم. دیروز این کتاب بسیار مهم شهید، نامه های بسیار مهم شهید نادرشاه افشار رو، 2 نامش رو خوندیم. خیلی به نظر من لازم هست برای ما کسایی که ترک هستیم و در ایران داریم اشغال شده سرزمین همون و مغزمون توسط عوامل غرب که فارسا هستن. فکر کنم که خوندن این کتاب برای همه ما یک واجب سیاسی هست، برای اینکه بفهمیم رهبران و عقلای انقلابی ما که انقلاب فکری، دینی، اجتماعی، سیاسی میکردند چه کار مهمی در گذشته انجام دادن. این به نظر من مهمترین کاریه که باید انجام داد. اما بریم یه چند تا کتاب دیگری رو دانلود بکنیم از وبسایت، از کانال تلگرام دوست عزیزمون جناب آذرباش، از کانال آذرباش کتابخاناسه. من اینجا بنگ و باده رو دیدم. بعد Atababalar sözü emsal Türkçe یوسف آخونار، این رو هم میتونیم اینجا دانلود بکنیم ببینیم که در چه سالی بوده. Sözlük بهجت‌اللغت فتلی قاجار، این رو هم دانلود بکنیم ببینیم که چی میگه. یک کتابی هست برای غزلیات هست، این رو هم دانلود بکنیم. غزلر نحو ترکی، این رو دانلود بکنیم ببینیم چی هست، برای اینکه من یه نحو ترکی تا الان دیل بیلگه این هست. مجموعه اشعار قواعد ترکی، دوباره اینم قواعد زبان ترکی هستش. گرگ وزیر داستانه، این رو هم یه داستان دانلود بکنیم. گرگ وزیر داستانه، این چند نسخه از این رو گذاشته، نگاه کنید دوستان. این یه نسخه هست، عکسشو ببینید. این نسخه دیگری هستش ازش که به نظر میاد عین هم هستن از نظر خطی، عین هم هستن. بذارید دوباره برم عقب. خب از اینجا این نسخه اول هست، این نسخه دوم هست و این نسخه سوم. احتمالا یه تفاوت‌هایی داره از نظر داستان یا اینکه در 3 مقطع مختلف نوشته. البته جلد نوشته، 4. جلد، یعنی این جلد 4مشه، این جلد 4. اوکی، این جلد چندم هست؟ 5. جلد. نگاه کنید 16. البته صفحاتش کمه دیگه، این هر کدوم 16 صفحه هست. این رو باید رفت و جلد اول دوم، این جلد سوم، جلد بذارید یه کاری بکنیم، این رو جلد 2. جلد و این 1. جلد. همین من جلد اول و جلد آخر رو
که این جلد اول 51 صفحه است. جلد دوم اینم بذارید دانلود بکنیم، هیچ ایرادی نداره، دانلود بکنیم. اینم جلد دوم، این جلد سوم دانلود بکنیم، جلد چهارم رو دانلود بکنیم، جلد پنجم رو هم این دانلود شده در اصل. نمیدونم چرا دیگه جلد پنجم به بالا رو ندارم، احتمالا همین ها بودن. این دیوان مولانا لطفی، دیوان گدا، قرن 16 میلادی. بذارید این رو هم باز بکنیم، دانلود بکنیم، ببینیم که دیوان جلالی. از این جلالی ها هم خوشم میاد، بذارید یاد بگیریم این رو. داستان تاریخ جدیت یا جدیت. بذارید ببینیم این چی هست. خیلی قدیمی نیست، حدود 400 سال پیش نوشته شده، ولی خب بهتره که ببینیم. این در قرن 17 میلادی در 167 صفحه نوشته شده. این رو هم دانلود بکنیم. ینگی دنیا تاریخی، اینو آمریکا فکر کنم اینو دانلود کرده بودیم اگر اشتباه نکنم در 982. این خیلی کتاب جالبی خواهد بود. ینگی دنیا تاریخی. غزلیات و نوایی، دیوان غزلیات حضرت امیر علی شیرنوایی. فکر میکنم اینها رو داریم، دانلود کردیم. مثلا تو اینها رو قبلا دانلود کردیم. اگه بخوایم کتاب بیشتری دانلود بکنیم باید بریم عقب‌تر، خیلی عقب‌تر، برای اینکه من حدود فکر کنم بیش از 100 جلد کتاب رو قبلا دانلود کرده بودیم که در گذشته. نصاب البلاغت، این رو دانلود بکنیم ببینیم این چی هست. مجموعه منظوم و منصور، دلایل الخیرات، 1210 قمری نوشته شده. بذارید دانلود بکنیم ببینیم که تفسیر قرآن، یه تفسیر هم دانلود بکنیم. مال اینجا نوشته 949 قمری، یعنی حدود 500 سال پیش. چیز هست عوامل و مفهوم عوامل و مفتاح اللغت، فتاوا. این هم ازش بگذریم. کتابی هستش که گفته شده در 955 نوشته شده. میتونیم دانلود بکنیم و بعداً حالا یه نگاهی بهش بکنیم. لغت نعمت الله اکبری، این رو هم دانلود بکنیم ببینیم که چی هست. مراح الارواح و شافیت دل بالجسی، گرد افندی، این رو هم دانلود بکنیم ببینیم که مصباح شرحی، دقیقاً 449 سال پیش، 46 سال پیش این کتاب بر اساس این چیزی که اینجا نوشته شده. رساله ابن زیدون و ابن نباته، این رو هم چیز کردیم. دیل بیلگسی دوباره. من چون در دیل بیلگسی بسیار ضعیف هستم اینها رو دانلود نمی کنم. قبلا خیلی دانلود کردم ولی نتونستم بخونم، یعنی سطح سواد من نمیرسه که درک بکنم. منظومه علم و جهل رو قبلا دانلود کردیم، یه چنین چیزی. قهرمان شاه شایسته، این رو دانلود شده قبلا. شاید هم بذار ببینیم. بله دانلود شده. خب منشآت یعقوب افندی،
این رو دانلود نکنیم، دانلود بکنیم، مهم نیست. دیوان فضولی، من اینو دارم، چند تا هم ازش دارم، دانلود کردم. بلاد الفضلا، بذارید اینو 300 خورده ای سال پیش این نوشته شده، جالب خواهد بود. نوحة العشاق، 400 سال پیش حدوداً این نوشته شده. دوباره دیل بیلگسی هست، این از نظر چیز خیلی جالبه، صفحه بندی. تیپ بیلگسی، این هم مربوط به طب هستش. خب تا همین حدود کافیه فکر کنم برای یکی دو سه هفته اگر عمری باشه و بتونیم هم فرصت بکنیم که هر روز یک کتاب رو ورق بزنیم و باهاش آشنا بشیم، کافی خواهد بود. این میبینید که الان اینها دانلود شدن. ما بذار ببینم اینجا چیزی بود که قرار شد بخونیم. بذارید این بر اساس همین بخونیم که بعداً دیگه دوچار چیز نشیم، تکرار نشیم. بنگ و باده. خب بنگ و باده رو یه کتابی هستش که از نظر ظاهری ببینیم، این رو خیلی کوتاه در اینجا گفته که 58 صفحه است. بذار ببینیم در صفحاتی که در هر صفحه پی دی اف هم یک کتابه. این 58 صفحه است همراه با جلد. این جلد هست که میبینیم یه طرح زیبایی داره. اینجا پشت جلد هست احتمالا، یا اینجا پشت جلده، ببخشید شیرازه این قسمت هستش، قرمز هست. اینجا فکر کنم که چیز هست، اینجا داخل جلد و ورق زده. میبینیم اینجا یه کاغذ چسبوندن اینجا که حالا بعداً باید یه چیزایی می نوشه. این صفحه اول رو میبینیم و صفحه دوم یه مینیاتور. ظاهراً کادربندی ها عین هم هست، نقاشی شده این اشعار. حالا من این رو یه مقدار بزرگش بکنم دوستان، ببینیم که از نظر زیبایی چی کار کرده کتاب. نگاه کنید، این صفحه اول کتاب هست که شروع میشه، مثل حالت مناره برده از هر دو طرف این کادر رو بیرون. اگر دقت بکنیم با 6 رنگ در اصل اینجا رو کادر رو کادر بندی کرده. حالا یک متنی در اینجا هست، اسم کتاب هست بنگ و باده مولانا فضولی بغدادی. خب یه تابلویی هست اینجا که اسم کتاب رو نوشته در داخلش و رنگ بسیار جالبی به کار برده. رنگ آبی بسیار در متون اسلامی دیده میشه، در تصویرهای اسلامی، مسجدهای اسلامی رنگ آبی بسیار کاربرد داره. برای اولین بار اینجا میبینم در حاشیه این رنگ مشکی رو هم به کار بردن و اینجا میبینید رنگ ها رو مثل عثمانی که از اینجا به بعد به طرف آسمان یه چیزهایی میره، اینجا دیگه اون رو نمیبینیم. اینجا اون داخل انسان در 2 مرحله تصویر شده. مرحله‌ای که یه مقدار کبود هست و پیچیدگی های گل و اینها رو داره، ولی مرحله بعد یه مقدار ساده تر میشه و چیزی از بیرون نمیاد از این، در حالی که در آثار عثمانیه این بکنید. بعد میان که متن داستان رو ببینید حاشیه ها رو به سبک قالی هایی که امروزه وجود داره نقاشی کردن و حتی وسطش هم یک حالا حاشیه میگفتیم ما اگر اشتباه نکنم. نه تنها این کارو کردن، بلکه ببینید اومده خود شعر رو نوشته و شعر رو داخل ابر فضایی قرار داده، نوشته رو، و تقریبا رنگ کاغذ هست. اطراف این رو دوباره رنگامیزی و نقاشی کرده و خیلی زیبا. یعنی این کار بسیار پرزحمت و وقتبری، انرژی بسیار زیادی میبره. نگاه کنید تمامی صفحه ها اینجوره. در مناجات فاتح الابواب نگاه کنید، دوباره این
شعریه که غزلیه که احتمالاً شروع میشه و نگاه کنید دوباره اطراف این نقاشی شده، دوباره شعر نقاشی شده، شعر نوشته شده و اطرافش بیت ها نوشته میشه و نقاشی میشه. نگاه کنید خیلی خیلی زیباست. گلهای ریزی که در اینجا به رنگهای مختلف رنگ‌آمیزی شده، کشیده شده و رنگ‌آمیزی شده در هر طرف بالا و پایین اینجا رو میبینید. یا در اصل انگار که پشت یه چمنه، یه باغه و این ابرهایی که اونجا کشیده شده روی ابرها اومدن این اشعار رو نوشتن و برای هر تا اینجایی که میبینیم آرزو کردن طریق ثواب. حالا اینجا رو باید ببینیم که این به چه زبانی هست، من اصلا دقت نکرده بودم. حالا اینجا با یک مینیاتور مواجه هستیم. شمه نعمت احمد مختار. احمد مختار احتمال میدم که حالا نعت احمد مختار، حالا من فکر کردم حضرت محمد باید باشه. نگاه کنید اینجا دو نوع مسجد رو نگاه کنید، دو نوع مسجد با رنگامیزی متفاوت، با گلدسته های متفاوت، این بالا رنگامیزی کرده. خود این آدم رو انگار که در صورتش رو پوشونده با یه پارچه‌ای که اینجاش بوده آورده اینجا که احتمال میدم حضرت رسول رو نقاشی کرده باشه و بعد این رو در یک حالت آتشی نشون داده که ازش میره بالا، یعنی عشق. اون آتش رو میدونی که چیز عشق میگن. و اینجا ما با تعدادی کاراکترها و شخصیت‌های چین‌ها و آموزش دیده، دارای خوشفکر، دارای اندیشه، پیری در ادبیات عرفانی به معنای پیری ظاهری نیست، به معنای پیری در تجربه، پیری در رسیدن به عشق، پیری در وصل به الله. و اینجا یه پله هایی هستش که میره بالا و هر کسی در یک پله‌ای قرار داره تا برسه به اینجایی که این جوان در اونجا قرار داره که احتمالا همین جوانی هستش که اینجا در پشت نشسته یا اینجا نشسته. این دوتا احتمالا همین جوانه که ممکنه یک آدمی جوان باشه اما از پیرها پیرتر، از با تجربه ها تجربه تر، از اندیشناک ها اندیشه دارتر دیده بشه و فهمیده بشه، مقبول باشه. و اینجا میبینی که یکی دو تا خدمتکار هست و یه تعدادی هم با سنهای مختلف در خدمت اون هستن. حالا من این رو دیگه بیشتر توضیح نمیدم، همینقدر کافیه. بریم صفحه ها رو ببینیم که اگر یک چیز دیگری نگاه کنید اینجا. واو خیلی زیبا، خیلی زیبا. اینجا حاشیه وسط رو هم نقاشی با در زمینه آبی نقاشی کرده. خیلی زیبا، خیلی زیباست. یعنی این کتاب محشر. ببینید این وسط حاشیه وسط رو اینجا تغییر داد و خانه خانه کرد. حالا من خیلی این نگاه اینجا یک سره هست، یعنی از بالا تا پایین یک ستون هستش ولی در اونجا ستون خودش تکه تکه نقاشی شده و از هم جدا شده هستش. اینجا دوباره همون تکرار میشه. نگاه کنید یعنی یک صفحه اینجوری هست و این دو صفحه اینجوری هست. یه مینیاتور دوباره که اینجا دوباره ما با بنگ و باده هستش دیگه. حالا اسمش باده هست اینجا. حالا بعدا میخونیم ببینیم که باده منظورش چه نوع باده‌ای هست. آیا مثلا میره از بقالی شراب میخره بیاد مست بشه فوش و بد و بیراه بگه، یا این یک مستی. البته در گذشته اگر اشتباه نکنم در قرآن هم حرام نیست، جزو چیز نیست. حالا من میتونم قرآن رو تحقیق بکنیم بعداً ببینیم.
ولی این نقاشی ها رو نگاه بکنید، مثلا این دف میزنه، این یه چیزی دستشی که انگار داره مثلا میره، هر کدوم یک وضعیتی داره. اینجا مثلا حالا من اینها رو خیلی دیگه توضیح نمیدم. عکس‌های بسیار، نقاشی‌های بسیار زیبا و اینجا سیاه دوباره به جای اون رنگی که آبی بود، همون گل‌ها، همون وضعیت، اینجا آبی، قبلی سیاه بود. اینجا دوباره سیاه هستش، اینجا آبیه، حتی آبیش متفاوت هست، اینجا سیاه دوباره. خیلی زیباست. من یه مقدار سریعتر برم که این کتاب رو به این شکل، یه تقریبا تکراره از نظر صفحه بندی و رنگ آمیزی تقریبا عین هم هستن. میخوام حالا ببینم که مینیاتوری دیگری هم هست یا همین 2-3 تا بود و بعد کتاب رو هم تمام بکنیم و شروع بکنیم ببینیم به چه زبانی نوشته شده. این یه مینیاتور دیگری هستش که حالا اینجا کلاه‌های فرنگی رو میبینیم. باید دید که این چی هست. و اینجا یک آدمی که تقریبا نیمه لخت هستش و اینجا هم همینطور. البته اینجا قمه هم داره، یه چاقوی چیزی هم همراهش هست. این درویش ها رو میبینیم و این بالا من ساز و آواز نمیبینم، حالا بعداً اینها رو. اینجا دوباره با شمشیر مواجه هستیم که 2 نفر شمشیر دارن. خب اینجا یه چیزی دیدم، این به هر چی هست. برگردیم اول کتاب ببینیم که میتونیم شعر رو بخونیم و ببینیم به چه زبانی هست. بنگ و باده مولانا فضولی بغدادی، ایورن بزم کائنات نسق، ایورن بزم کائنات نسق، برگن جام برگن جام عشق نشان حق. برگن احتمالا یعنی بذارید، براخمق، برگن جام عشق نشاء حق. نشاء ما چند تا این رو میتونیم حساب بکنیم. نشاء میدونی که یک گلی رو اگر در یه جایی بکارید میشه نشاء زدن. دوم که نشو و نشا هستش که یک کلمه عربی است به معنی روییدن. و نشاء حق یعنی حق رو در جام عشق حک بکنید. برگن جام عشق نشاء حق. عشق میخانه سین گلن معمور. نگاه کنید، معنی کرد عشق رو و میخانه رو معمور جاره چیز میکنه، معنی میکنه. ایورن بزم کائنات نسق. کائنات تمامی هستی هستش. نسق نظم و نظام. بزم کائنات، این لذتی که کائنات از وجود داره به وجود میاد اینه. یعنی بزم، رقص و سماع بگیم، حالا یه مجلس عیش و نوش بگیم. میگه چه کسی این کائنات رو بزمش رو مرتب میکنه، نظم و آرامش میده؟ ای ورن، اون کسی که این بزم رو، نسق رو ایجاد میکنی. برگن جام عشق نشاء حق. بر این جام عشق یه نشاء حق بذارید روش. عشق میخانه سین گلن معمول. حالا که این کارو کردی، کائنات رو به وجود آوردی، میخانه عشق رو هم آباد بکن، معمور گردان. سنن آندن جهانه جام غرور. سنن سنماخ، تقدیم کردن، ارائه کردن. سنن آندن جهانه جام غرور. حالا از اون میخانه عشق یه جام غروری رو به جهان تقدیم بکن. کیم ادب الغرور جام نوش. هر کی اون جام غرور رو نوش کرده، اون چیزی که در جام غرور هست، اون غرور رو یعنی نوش کرده. کیم ادب، هر کسی که کرده، اول غرور جام نوش. اهل نطق له واله و مدهوش.
نطق، اهل نطق یعنی اون کسایی که میتونن حرف بزنن. انسان رو تعریف کردن انسان حیوان ناطق. حالا اینم همون کلمه استفاده میکنه. Sağ olun dostum, teşekkür ederim Aydın Bey, çok var olun. اهل نطق اوله واله او مدهوش، که اهل نطق اونایی که میتونن حرف بزنن تو این جا میخانه عشق، میتونن اون باده غرور رو بزنن. حالا اینقدر مغرور هستن که یه حرفی برای فکر میکنن یه حرفی برای گفتن دارن. اونها چی؟ اهل نطق اوله، اینها وقتی اون می رو میخورن چی میشه؟ واله و مدهوش میشن، از خودشون بیهوش میشن. جملتاً مخفی اولا اسراری، علمیه هیچ کم خبرداری. حالا اون جمله، اون هر چیزی که داشته بذاره بیرون که مغرور بوده و آگاه بوده، حالا هیچ کسی نمیتونه از درون اون با خبر بشه. رفت تو عرفان دیگه. اینجا ما میدونیم که منظور از عشق و جام و می و اینها، رفت همه اینها به مرحله عشق، فکر، اندیشه، درک، احساس، رفت به اونجا. ای صفاتنده خیره هر مدرک. ای صفاتنده، اینجا که نون خونده میشه. ای صفاتنده، اگر میخوایم مثل چیز بخونیم، جغتای بخونیم، بخوایم بگیم چه؟ ای صفاتکده خیره، میتونیم خیره هم بخونیم. خیره هر مدرک ما عرفنا که حق معرفتک. ای که سنین صفاتنده، انسانهای دارای درک، خیره، خیره یا سرگردان هستند. خیره اینجوری مثل این که مثلا هیپنوتیزم شده. ما عرفناک، چطور میتونیم تو رو بفهمیم؟ حق معرفتک، در حدی که تو لایق فهمی. تو یکی از صفاتش مدرک هستش، الله این رو داره میگه. میبینیم که کتاب به ترکی هستش، به زبان ترکی هستش و با قلمی نوشته شده. علاوه بر اون جاذبیت ها و زیبایی های هنری و نقاشی که درش به کار رفته، خود خط به قدری زیبا نوشته شده که من بی سواد میتونم بخونم. زیبایی از نظر من این دیگه، تعریف دارم میکنم. زیبایی برای من یعنی بتونم این رو درک بکنم چی هست. اگر چیزی رو نمیتونم درک بکنم، زیبا نیست برای من. یعنی زیبایی برای من اگه بخوای تعریف بکنی یعنی اینکه آیا من میتونم. حالا یکی میره جلوی یه نقاشی وای میسته، این اتفاق برای من افتاده، دارم میگم چون بقیه اینجوری میکنن، دهنشون باز میشه، یه او میکنن، منم فکر کردم که خب اینجوری بگم هنرمند حساب میشم دیگه. انگار خیلی بقیه هم میگن بارکالله عجب فهمی داره از هنر. ولی واقعیت اینه که نه. من بسیاری از نمایشگاه‌های نقاشی رو در تهران رفتم، رنگش رو نگاه کردم، همین دیگه، مفهومی برام نداشت یعنی چی مثلا. ولی اینجا من دارم این نقاشی در است. ببینید ما با فکری که شاعر تو مغزشه از طریق این نقاشی که حروف بهش میگیم آشنا میشیم و این رو به شکلی نقاشی کرده یا نوشته که من میتونم بخونم. لذا برای من زیبایی اینه که من میتونم بخونم و با نویسنده همراه بشم، حتی ممکنه که ازش بگذرم. یعنی ممکن که نیست وقتی شما یک کتابی رو میخونید، اون کتاب اون چیزی نیستش که نویسنده نوشته، اون چیزیست که شما درک میکنید. کتاب رو هر خواننده‌ای بر اساس استعداد و لغات و سطح سواد و سطح تجربه و سطح آگاهی و سطح خواست و اراده و سطح تمایلات درونی، بر اساس اونها
یک کتاب رو درک میکنه. هر کسی برای همین متفاوته. یک آدمی که مثلا عارفه، یک فیلسوف، یک دیندان، یک شاعر، یک ادبیاتچی، یک لغتدان، یک فیزیکدان، یک شیمیدان، یک ژورنالیست، هر کدوم اینها بر اساس اون تخصص و سطح تجربه و آگاهی و درکی که از جهان دارن، معنایی که به جهان میدن، از خواندن هر کتابی یه مفهوم دیگری رو میگیرن. نشاء ذاتن مفرح جان. من اینجا ذاتن میخونم، ذاتن. نشاء ذاتن مفرح جان، آری الکیفیتن اهل جهان. می عشقده آفرینش مست، بزم عشقده جمله باده پرست. حالا نگاه کنید، برمیگردم اینجا این که های وسط رو نون میخونم مثل جغتای. نشاء ذاتنون مفرح جان، آری اول کیفیتن اهل جهان. می اشکنده آفرینش مست، بزم اشکنده جمله باده پرست. حالا همین بیت آخر رو اگه با کاف بخونم، می اشکده، می اشکده، عشق کده، عشق چده، می عشق چده. این عشق چده برای زبان ما مناسب نیست، ترکی نیست یا سخته. عشق می عشقنده آفرینش مست، بزم عشقنده جمله باده پرست. آرزو کردن طریق ثواب. نمیدونم این وسط رو چرا فارسی نوشته. یارب افسرده ام من نااهل، حدن ادی خمار باده جهل. عجبا افسرده این کلمه فارسی هست، ترکی هست. افسرده احتمالا از کلمه افسرم باشه. حالا باید دید که افسر از کدوم زبانی وارد این شده. یارب افسرده ام من نااهل. اهل بودن و نااهل بودن. حدن ادی از حد گذشت. خمار باده جهل. من باده جهل، جاهلم. این جهلی که در درون من هست از حد و حدود گذشت. خیلی جاهلم میگه. چرا؟ چون نااهلم و به خاطر نااهلی افسرده هستم. سلام دوست عزیز. من فکر میکنم آدم‌هایی در ایران این افسردگی یک افتخاره. هر کسی میخواید باهاش صحبت بکنید تلاش میکنه شما رو تحت تأثیر قرار بده به خاطر اون افسردگی که داره. من خیلی بدبختم، پدرم اینجوری، مادرم اینجوری، دوستم اینجوری، فلانم اینجوری. یعنی یه جوری آقا این اصلا به چیز نیست. این انسان‌هایی که گوش میکنه برای یه لحظه غمگین میشه، با شما همراز میشه، بعد دیگه فراموش میکنه شما رو و نمیخواد با شما نزدیکی داشته باشه، آشنایی داشته باشه. این افسردگی در ایران داره شدت میگیره. افسردگی اجتماعی هم هست، خیلی فردی نیست. من زمانی که در روزنامه سلام قلم میزدم نوشتم که در یک گزارشی نوشتم که 5% انسان‌ها، هر انسانی 5% دیوانگی داره، 5%ی عاقل نیست. ولی هرچه این درصدها بیشتر بشه به دیوانگی واقعی نزدیکتر میشه. وقتی به 35-40 میرسه که خودشو نشون میده این دیوانه. افراط میکنه، در خوردن افراط میکنه، در نوشیدن افراط میکنه، در پوشیدن افراط میکنه، در رنگ آمیزه افراط میکنه، در بلندی مود افراط، وسواس میشه، نمیدونم
اینها علائم افسردگی هستش. اونم جامعه افسرده هست. ببین هیچ کس از زندگی خودش وقتی ناراضیه یعنی افسرده هستن دیگه. زن از شوهرش، شوهر از زنش، زن از بچه‌هاش، بچه‌ها از مادر پدرشون. چقدر بچه‌هایی که به خاطر پدر مادرشون دست به خودکشی زدن. یا رب، در جهان خارج از ایران برعکسه. یکی که میخواد با یکی دوست بشه میگه آقا چقدر جوک بلدی، چقدر میتونی منو بخندونی. در جهان خارج از ایران غمها رو شریک نمیشن. در جهان خارج از ایران اگر یکی بمیره، مثلا عروس من، همسر پسرم، پدرش فوت کرد، یه قهرمان 2 المپیک بود، آدمی حدود 2 متر و 10 سانت قد داشت. این فوت کرد. 3 تا دختر داره، خیلی جوان. اونی که خیلی مسنه فکر کنم 34 سالشه مثلا. همسرش که طلاق گرفته بود رفته بود و دوست پسر گرفته بود، حالا چند تا دوست پسر رو رد کرده بود، ما 2 تای آخر رو دیدیم. در وقتی این مرد شریف در اثر بیماری در بیمارستان فوت کرد، من اینجا نبودم راستشو بخواید. من ترکیه بودم، بعدم برگشتم دیدم که بله دیگه فوت کرده، خیلی وقته دفنش کردن، بچه ها آروم گرفتن. چیکار کردن؟ به گفته پسرم و کسایی که دختران اینا رفته بودن عزاداری این انسان شریف، میگفتش که و یکی دیگه از دوستان که من خب عزاداری شرکت کردم و ایرانی هم بود، تازه این ایرانی اهل شمال بود، شیرینی و میوه گذاشتن وسط خونه، همه وارد میشن، خاطره تعریف میکنن، خاطره هایی که بخندونه کسایی که اونجا میاد رو بخندونه. برای اینکه خاطره های زیبا رو ما فراموش نمی کنیم. خاطره های بد رو چه بخوایم چه نخوایم مغز ما میخواد فراموش بکنه. مجلس هستن گریه بکنن، اما وقتی که اون مجلس هست، اون صاحبان عزا، فرزندان، زن، پدر، مادر، برادرها و دوستان نزدیک، هر کدوم یه خاطره میگن، یه خاطره که بتونه بخندونه، بگن که آدم خوبی بود. ما در ایران این رو نداریم. این یک نوع اصلا فرهنگی که در ایران در ادبیات و عرفان ایران وجود داره، این غمگینیه. و غمگینی به گفته کتابی که من اولین کتابی که در دانشگاه کنفرانس دادم چیز بود، انسان گرسنه یا ژئوپلیتیک گرسنگی، که سازمان فائو، خاربار کشاورزی سازمان ملل نوشته بود. اونجا میگه که هر چقدر قحطی غذا و نرسیدن ویتامین ها و چیزها به بدن زیاد باشه در انسان ها، هر چقدر قحطی باشه، هر چقدر مواد غذایی لازم به بدن نرسه، 2 اتفاق در انسان میفته. 1، از نظر فیزیکی بدن ضعیف و ضعیفتر میشه، قدها کوچیکتر میشن. مثل گل هستش دیگه، مثل درخته، هر چقدر این ویتامین و مواد غذایی خاک غنی‌تر باشه یا غنی‌ترش بکنید، این بیشتر رشد میکنه. انسان هم اینجوریه، بچه آدم هم اینجوریه. اگر شما برای این بچه آدم در رحم مادر و بیرون از رحم مادر که میاد غذا بیشتر بدید، ویتامین ها و مواد غذایی بیشتری به این بچه برسه، این بچه رشد بهتری داره، قد بلندتر میشه، زیباتر میشه، شادتر میشه، جسورتر میشه، ریسک پذیرتر میشه. و هر چقدر این غذا در شکم مادر و در بیرون از شکم مادر کم باشه، تکراری باشه، ویتامین های لازم، مواد لازم به بدنش نرسه، قدش کم میشه. وقتی قدش کم میشه، مغزش هم کم میشه، کوچیکتر میشه. یعنی مغز ما به اندازه
بدنمون رشد میکنه، نه خیلی زیاد نه خیلی کم. در نتیجه مغز ما ممکنه که خیلی بزرگ باشه یا خیلی کوچیک باشه به خاطر اون حجمی که بدن ما داره و این سلامتی ما رو میرسونه و یا ناقصی ما رو میرسونه. دومین اتفاقی که میفته اینه که ما از نظر هوش هر چقدر که غذا کم برسه از نظر عقلی و هوشی کم میشیم. ملت هایی که یکی دو نسلشون غذا کم بهشون برسه، اینها از نظر عقلی و هوشی افت میکنن. اینستاگرام شیر کردم، یکی از کسایی که این رو تولید کرده در یه تلویزیون فارسی زبان در لس آنجلس اومدن گفتن آقا هوش میانگین متوسط هوش ایرانی ها 84. حالا این آدم نمیخواد بگه که میگه آقا ما ایرانی ها باهوش نیستیم، این حقیقته. میگه افغانستانی ها 74 عقب مانده، 75 عقب مانده، ما 84یم. نمیگه چی، ولی متوسط هوش در دنیا 100. هر چقدر بالاتر بره میانگین هوش در اون جامعه بالاتره، هر چقدر پایین تر بیاد به طرف عقب ماندگی کودنی بیعقلی نزدیکتره. چرا؟ به خاطر تغذیه هست، به خاطر تغذیه. و در ایران این ترمینولوژی رو به کار میبرن، سوء تغذیه. به خاطر سوء تغذیه اتفاق میفته. آموزش هم تأثیر داره ولی خیلی نه، چون اگر عقل شما، مغز شما و من از یه حدی بزرگ باشه، معلم و تلویزیون و رادیو و کتاب و استاد دانشگاه یه چرت پرت هایی رو بزنن، عقل ما میگه آقا این درست نیست، ازش میگذرید، از رژیم میگذرید. ولی وقتی که ما عرض کردم غذاهایی که اولا نیاز شما رو تامین کنه و نیازهای مواد معدنی و عالی و نمیدونم ویتامین ها و اینها رو تامین بکنه، مقدار غذا مهم نیست. حالا سازمان خاربار جهانی که در این کتاب حدود الان 170 سال پیش، شاید 50 سال پیش این کتاب شاید نوشته، شاید بیشتر، من الان یادم نیست، چون 30 سال پیش من این کتاب رو در دانشگاه خوندم، فکر کنم اون زمان خودش 30 سال پیش یا 40 سال پیش خودش نوشته شده بود کتاب. من اون زمان اینو خوندم، در دانشگاه کنفرانس دادم روی این در کلاس، 2 ساعت این کنفرانس طول کشید و استاد هم گفت منم اولین کتابی که خونده بودم همین کتاب، خیلی این کتاب چیزیه. حالا اسمش هست انسان گرسنه یا ژئوپلیتیک گرسنگی، خیلی قدیمه، چاپ جدید نداره. اونجا میگه ژاپنی ها تا جنگ جهانی دوم قدشون خیلی کوچیک بود، چون غذا بهشون نمیرسید، قدشون کوتاه بود، کوتوله بودن. از جنگ جهانی دوم به بعد یا از جنگ جهانی اول تا جهانی دوم یادم نیست، این قد این ژاپنی ها به خاطر مواد غذایی که به بدنشون رسیده 20 سانت بلندتر شده. الان از اون نسل تا الان ژاپنی ها قدشون از ایرانی ها خیلی بلنده، خیلی بلنده. متوسط قد ژاپنی ها و متوسط هوش ژاپنی ها رفته بالای 100، یعنی 105 تا 110 ژاپنی ها. چینی ها در یک زمانی به قدری از نظر هوشی، از نظر غذایی عقب مانده شدن. در همون کتاب میگه که اینها سگ نگه می‌داشتن، برای اینکه سگ رو ول می‌کردن، میرفت هر چی پیدا می‌کرد می‌خوند، فضولات و اینها هر چی، و اینها وقتی گرسنه این سگ رو می‌کشتن می‌خوردن. و انواع بیماری‌ها در بدن انسان، البته ما هر حیوانی رو که می‌خوریم انواع بیماری‌ها رو، انواع انگل‌ها رو وارد بدنمون، خود بدن انسان هم پر از انگل و انواع بیماری هستش. حالا از اینها بگذاریم. حالا اون چینی ها الان دیگه ما در کانادا یه تعدادی از اینها رو میبینیم که قدشون 2 متره، زیبا، داره تغییر نسل میده، برای اینکه
اینها حتی بعد از انقلاب مائو، انقلاب سوسیالیستی و کمونیستی مائو، اینها اومدن اول سگها رو کشتن، معتادها رو هم کشتن و بعد البته قحطی رخ داد چون نتونستن چیز بکنن، ولی الان به دنیا داره غذا صادر میکنه، همه چیز داره صادر میکنه به دنیا، یعنی به اندازه کافی برای خودشون الان غذا میده. حالا نسلی که الان وجود داره پیرن، اینها رو بذاره کنار، اینا تا یه 10 سال 20 سال دیگه تموم میشه. نسل جدیدی که داره متولد میشه الان در 10 سال گذشته یا 20 سال گذشته متولد شده، انرژی کافی، غذای کافی، ویتامین کافی، املاح کافی به دستش به بدنش گرفته، اینها رو در چه میبینیم؟ این وضعیت رو در تولیدات تکنولوژیش میبینیم. تولیدات تکنولوژی و جغرافیایی و سرزمینی ایران چیه؟ خشکاندن دریاچه ارومیه. این میزان عقل اینها رو نشون میده. خشکاندن رودها در الاهواز، تالاب‌ها در الاهواز، آتش زدن زمین‌ها، فرونشست زمین، مصرف آب، افزایش جمعیتی که نان برای خوردن، آب برای نوشیدن، خانه برای خوابیدن، کار برای کار کردن و درآوردن پول نداره. چرا؟ چون بی عقله، نمیتونه مدیریت بکنه. مدیریت ایران اینه آقا، این وضعیت امروز ایران محصول عقل جمعی هست. حاکمیت هم محصول عقل جمعیه. این که نمیتونه تصمیم بگیره که من این رژیمو میخوام نمیخوام، میره آقا نمیخوام، فردا میره گویم افسرده و پریشان حال، عشق ادوندن بنا حرارت سال. این بکا نیستش، این حالا میتونیم از در چیز اینو بکا هم بخونیم، ولی این بنا گویم افسرده و پریشان حال، عشق ادوندن، اد آتیش، عشق ادوندن بنا حرارت سال، حرارت گرمی. بزم عشق اچره سون بنا برجام، سون بنا بزم عشق اچره سون بنا برجام. سونماخ گفتیم تقدیم کردن، لیک جامی که نفسم اده تمام. نفسم یا نفسم در هر حالت این با صاد نوشته شده، من نمیدونم این چیه. نفس و نفس رو میدونم که به معنی جان هستش، روح هستش، درون هستش، عالم درون هستش، عالم فکر و عالم اندیشه و عالم ادراک هستش. اما این نفسم یا نفسم اده تمام، این جامی که نفسم با صاد نوشته شده، نمیدونم. بریم به گوگل بکنیم، برای اولین بار این رو میبینم. بریم گوگل بکنیم ببینیم که گوگل علیه السلام در مورد این نفس با صاد چی میگه. نفس، تعریف شرح معنی نفس بالعربیه فی المعاجم اللغة العربی. بذارید ببینیم این چی میگه. میگه که نفس ببوله رما من متقطعا دفعا، نفس بالکلمه اتا بها سریعا. نفس اسم، حالا این به معنی فعل بود، یه چیزی رو دفع بکنید از خودتون. رما بهی متقطعا، تیراندازی انگار میکنید، پی در پی ولی بریده مداوم نه. این رو میگه. البته اینجا به بولهی یعنی شاشیدن، عطا بهی سریعا دادن. حالا اسمش مصدر نگفته چی هست، حالا این گسته نیست، پس اینجا دفع کردن هستش. بذار ببینیم، برگردیم دوباره به کتاب ببینیم اینجا چه معنی میتونیم ازش بگیریم. بزم عشق اچره سون
بانا bir جام لیک جامی که نفسم اده تمام. من اینجا این نفس رو نفس به معنی نفس میبینم با سه دندانه دار، سین دندانه دار، نه با صاد، با سین. نمیدونم که این چه معنی، یعنی در اینجا معنی اینو میده اما با صاد نوشته، یعنی قطع کن جامی که نفس من رو، من اینجوری دارم میخونم. قلم آثار معرفت اظهار، قلم آثار معرفت اظهار، اوله مفتاح مخزن اسرار، نه شرابی که عقلی زائل ده. نگاه کنید حالا دوباره اون شراب رو معنی میکنه، نه شرابی که عقل را زائل بکنه، نه شرابی که عقلی زائل ده. طاعت کددن، حالا طاعت کده یعنی چی؟ طاعتوندن، طاعتوندن گکلمی غافل اده، نه اون شرابی که عقلم رو از بین ببره و از اطاعت من، از اطاعت قلبی من از تو رو از من بگیره غافل بشم. نگاه کنید داره معنی میکنه اینجا. این منظورش از شراب چی هست، عقل چی هست، دل، گگل، گنول. این گگل کاف دوم رو میتونیم نون بخونیم، کنول. الان اون چیزی که در آذربایجان رایجه کنول، کگل هم میتونیم بخونیم مثل چیز، ببینیم که چی میشه. اوله مطلق فساد دین سببی. نگاه کنید حالا اون شرابی نمیخوام که هم عقلم رو زایل بکنه، هم دلم رو از تو غافل بکنه، و هم این که اوله مطلق فساد دین سببی، سبب فاسد شدن دین بشه به طور مطلق. یعنی اون شراب آب رو نمیخوام، اون مایه که از هر چیزی درست میشه یا الکل رو نمیخوام. بوله اوندن زوال شرع نبی، که به خاطر اون شرع نبی. شرع نبی حالا قبلا در کتابای دیگه گفتیم که منظور از شرع احکامی هستش که باید اجرا بشه، زندگی بکنید، کار انجام بدید. این شرع عبارت از اینه. و این شرع 99% ساخته حضرت رسول نیست، ساخته ملاها در طول تاریخه. با توجه به شرایط زمانی و مکانی و جغرافیا و تاریخ و وضعیت سیاسی و اجتماعی و مالی و اقتصادی و رفاه و قحطی و اینها شکل گرفته. شرع اون شرع حضرت محمد نیست. حالا اینجا این مینیاتور رو میبینیم، نبی هاشمی که بزم وجود، جام اشکندن الدی نشاء وجود. این فکر میکنم که همون شعر اول بود که نبی هاشمی که بزم وجود، نه اول نبود، این نبی هاشمی هستش. نبی کسی که خبر میاره، نبعین با الانم انباء رو اگر تلویزیون های عربی نگاه بکنید می نویسه انباء یعنی خبرها. نبی یعنی مخبر، خبر آورنده. نبی هاشمی، هاشم یه طایفه از عرب هاست که حضرت محمد جزو این طایفه هست. نبی هاشمی که بزم وجود، که این رقص وجود ایشون، هستی ایشون خودش یه بزمیه. یعنی آقا ما خودمون که متولد از مادر میشیم، یک تمامی این انداممون چه در رحم مادر چه بیرون مادر یه بزمی داره، شکلی میگیره. نگاه کنید ما در جنین مادر، در شکم مادر یه رقصی در دل ما هست که ما این روح مادر و اون چیزایی که میشنوه، میخوره، انجام میده، شادیش، غمش روی اون جنین تأثیر میذاره و اون بچه‌ای که داره در داخل بزم وجود داره، بدنش داره شکل میگیره، بازی میکنه با خودش، عشق میکنه، تشکیل میشه، اون چی میشه؟ شکل میگیره. وضعیت روحی مادر و پدر روی این بچه در شکم مادر اون بزمشو مختل میکنه. اگر بعد افسرده هست، اگر فقیره، اگر قحطی ویتامین و مواد غذایی داره، اگر افسرده هستن پدر و مادر، اگر دعوا میکنن، اگر شادن، اینها در اون شکل بزم
بچه شکم بچه انگار که یه جشنی در اونجا هست، شما بهش مواد غذایی میدید، شراب میدید، میزنید، میرقصید، اون بچه در شکل اینجوری شکل میگیره. جام اشکیدن آلده نشاء جود، نشاء جود، من این رو قبلا وجود خونده بودم، ببخشید. اینجا بیر میخانه قدیم و قدم، میتونیم پیر میخانه، بیر میخانه قدیم و قدم. حالا این اگر بیر میخانه بخونیم به معنی این هستش که یه میخانه‌ای که قدیم و دائما قدیم بوده، قدیم و قدیم دائما قدیم بوده. اگر پیر میخانه قدیم و قدم بخونیم یعنی حضرت محمد پیر این میخانه‌ای هستش که میخانه خودش قدیم و قدمه. حالا این میخانه رو بالا گفت یعنی چی؟ ساقی، حالا اینجا یه 3 نقطه گذاشته، ظاهرا خونده نمیشه. ساقی بزم و حلقه خاتم، هر زمان نبک سلام و بنگ سلات، هر زمان بانگ نیست، هر زمان بنگ سلام و بنگ صلوات، آنا و 4 یاره قل بالذات، آکا و 4 یاره قل بالذات. حالا اینو باید ببینیم که چی هست. خب من فکر کنم الان چون امروز کتاب رو 1 ساعت و 3 دقیقه هست، من این کتاب شد چقدر؟ 58 صفحه. از هر 10 صفحه یه غزل رو میخونم که بریم و برسیم به دیگه خیلی طولانیش نکنیم. این صفحه 10 این غزلی که کاملا اینجا هست در صفات شراب و صحبت او. حالا شراب چی هست؟ گردم اول بزم چینده بیر محبوب، صورتی خوب و سیرتی مرغوب. صورت اینجا ظاهر، سیرت درون. این خیلی میگه کسایی که من خیلی اینو تو تجربه زندگیم خیلی دیدم، آدم‌هایی دیدم که چرچوپور یعنی ککمکی، اما وقتی داره با شما صحبت میکنه این لبخندش، این حرکات لب و دهن و چهره و چشماش به قدری زیبا میشه که شما عاشق اون لبخند و عاشق اون لب و عاشق اون درخشندگی درونی اون در صورت و چشم و دهن و صورت، این پوست میشید. این سیرته، یعنی داخل شما میزنه بیرون. داخلتون عصبی باشه، افسرده باشه، بیمار باشه، ناراحت باشه، نگران باشه، این هم میزنه بیرون. این که شما خودتون رو هر چقدر بزک بکنید نمیتونید. بزک کردن میتونه بگه اوکی الان خیلی زیباست و اینا، چقدر نمیدونم قد بلنده، چقدر نمیدونم موشو خوب شونه کرده، گیسه هاشو خوب آرایش کرده، فر داده فر نداده، رنگ کرده رنگ نکرده، ماتیک زده نزده، نمیدونم. اینها فقط برای یه لحظه است. وقتی اون سیرت شما رو ببینه اونجاست که بالاخره نمیتونید برای همیشه پنهان بکنید سیرتتون رو، درونتون رو نمیتونید برای همیشه پنهان بکنیم. یه اتفاقی میفته بلافاصله فوش میده، بلافاصله عصبی میشه، بلافاصله تحقیر میکنه، بلافاصله گذشته ها رو به خاطرش میاره. ببین تو این بودی، تو آن بودی، تو این کارو کردی، اون کارو کردی، خودشو تخلیه میکنه. اونجا دیگه تموم شد. جرده مول بز میچینده بیر محبوب، صورتی خوب سیرتی مرغوب. از کلمه مرغوب به کار برده. شما میرید یه چیز رو بخرید، فقط به اون نگاه نمی کنید، میخواید ببینید کیفیت هم داره. نگاه میکنید ببینید پوسیده هست، پوسیده نیست، عطرش خوبه، عطرش بده. طرفه عاده زمانه مشهوری، طرفه عاده زمانه مشهوری. لقبی باده اصلی انگوری، لقبش باده هست اما اصلش انگوره. صفتی ایلن گرینه خورشید. حالا صفتشو میگه، صفتی ایلن صفاتی ایلن،
البته صفت ایلن قرینه خورشید، صفت قرینه یعنی عین خورشیده. قرینه یعنی چی؟ یعنی که ما، البته انسان قرینه نیست، ما اگه از این وسط نگاه بکنید این چشممون با این چشممون اگه یکیه، دماغمون یکیه، دندونهامون یکیه، لبامون، این قرینه هم هستن. اصل قرینه این قرینه نیست، هیچ کدوم عین هم نیست. انسان چشمش متفاوته، دو چشمش از هم دیگه فرق داره، حالا ما نمیتونیم درک بکنیم، اون دلیل نیست. ولی قرینه اصلی وقتی که ما جلو آینه وای میستیم، آینه ما رو نشون میده، ولی اونم راست ما رو، چپ ما رو راست نشون میده، اونم قرینه نیست. ولی اون قرینه یعنی عین هم. حالا اینجا چی میگه؟ صفت ایلن قرینه خورشید، همون چیزی که گفت باده و انگور، میگه اون از نظر صفات مثل خورشیده، اونقدر نور ایجاد میکنه، اونقدر گرما ایجاد میکنه، اونقدر آرامش میده، اونقدر سازنده هست، ویرانگر نیست. خورشید سازنده هست، یعنی این حیاتی که روی کره زمین هست محصول اون خورشیده. هر جایی که خورشید، البته هر جایی هم که خیلی بیشتر بتابه مثل مریخ میسوزه، یعنی مهر زیاد از حدی که لایقشون نداره، انسانهایی لایقش نیستن، سیرتشون بده، اینها لایقون نیستن. وقتی چیز بکنید، میگم یهو این عشق رو بهش میدید، عشق میدید، محبت میدید، یهو یه اتفاقی میفته، حالا آگاه و ناآگاه و درست و غلط، یهو اون میبینی یه اژدهای ویرانگر، یه زهر از درون این پاشید و تمامی اون عشقی رو که شما داده بودی همه رو ویران کرد، تبدیل شد به ویرانگر شما. اون سیرت شما رو میخواد الان افسردگیشو، اون ناراحتیشو، اون پریشانیشو به شما منتقل بکنه. در ایران ما با یه چنین بیماری هایی متاسفانه روبرو هستیم. صفت ایلن قرینه خورشید، نطفه جم و سلاله جمشید. حالا از دو انسان در تاریخ افسانه‌ای صحبت میکنه که اینها مثلا خیلی انسانهای عجیب و غریبی بودن، انسانهای بگیم که پاک و عادل و اینجور چیزا. میگه نطفه جم و جمشیده، جم شده جمشید. اتمیش الباده سهیل خاص، سهیل خواص هم میتونیم بخونیم. اتمیش البادهی سهیل خاص، سبیل خاص هم خواص میتونیم بخونیم. این رو 3 نقطه گذاشته در زیرش، این خونده نمیشه چون سبهیل نمیشه خوند، این رو سهیل باید بخونیم. اتمیش الباده سهیل خواص، نت همدم لریله صحبت خاص. همدملر، همدم چی هست دوستان؟ این خیلی کلمه زیباییه. همشهری، همکته، همولایته، همدلی، همدینلی. نگاه کنید اینجا، یعنی تو یه چیز مشترک کردیم. همدم یعنی چی؟ یعنی من و شما که عاشق هم هستیم، یکیمون نفس میکشه، دوتامون زنده میمونیم. هر کدوم ما نفس میکشه اون یکی هم زنده هست. همدم، دم و بازدم. دم البته به معنی زمان هم هست. نچه همدم لریله که همه با هم نفس میکشیم. صحبت خاص، حاضر و جمع خدمتنده تو جام. حاضر و جمع خدمتنده تو جام. جام هم حاضر از پره و هم در خدمت به حضاری که وجود دارن حاضر هست. حالا اینجا یه کلمه هستش که اینو باید کمک بکنیم به هم. ارگو بوزه و نبید تمام. عرق هم میتونیم عرق و بوز، عرق و بوزه و نبید تمام. حالا این نبید چیه؟ نمیدونم یعنی چی، من اینها رو نمیدونم. میتونیم عرق بخونیم، بوز بخونیم یعنی یخ. نبید نمیدونم، یه چیزی باید باشه، یه مثلا چی میگن این کسایی که مشروب میخورن یه چیزی میذارن کنار اون، یه چیزایی میذارن که
میخورن با این چیزا، نمیدونم، احتمالا اون باشه، به معنی اون باشه، نمیدونم. کرمی کن مجلس اچره nuşanuş. O Türk mest olup, o terk mest olup mey etti huruş. O terk mest olup, ترک مستم میتونیم بخونیم، او ترک مست olup می etti خروش. اون ترک مست شد، خود می به فریاد اومد. ترکم میتونیم بخونیم او ترک مست olup، یعنی مستی رو ترک کرده، خود می خروش شده. این به معنی زیاد چیز نمیاد، ولی او ترک مست olup، او ترک مست olup می etti خروش. اون انسان ترک مست شده و می به خروش در اومده. که بنم هر نوار آنا فایق. چی گفت این ترکه؟ اون یا می که به خروش اومد. که بنم هر نوار آنا فایق، خدمت خلق در بانه لایق. ببخشید، خدمت خلق در بانه لایق. خدمت به خلق لایق من هست. خدمت خلق در بانه لایق، باکا اینجا کا نمیخونی، اینجا لایق، اونجا هم آنا. گفتیم که که بنم هر نوار آنا، آکا نمیخونیم اینو، آکا لایق. البته آکا هم گفت بخونیم میشه اون ترکی قدیم Cıgatay احتمالا. Öyle mey kimse gösterip cüret. Ele mey kime gösterip cüret. این kimse هم میتونیم بخونیم کیمه. من کیمه بخونم به Öyle mey kime gösterip cüret. Bence indirmiye سپر تعادت، سر طاعت. این نقطه باز نیست. بنگه indirmeye سر طاعت. بنگه و باده، اینجا بنگه حالا بن. این بنگه نمیدونم، ما در فارسی اینو بنگه رو فکر کنم که یه چیز خوندیم به معنی شیشه. بانکا البته در چیز هست، زبان ترکی بانکا یعنی یه چیزی که مایعی یا یه چیزی رو درون اون ظرف بذارید درش هم ببندید، شیشه‌ای. نمیدونم الان به فارسی چی میگن، من یادم نیست. میتونه اون باشه، بنکه یعنی هم بانکا، ولی گفتم ظرف شیشه‌ای که درش رو میبندید، داخلش یه چیزایی نگه میدارید، بسیار مثل ترشی و اینها رو داخلش میگن، به این میگیم بانکا. حالا این با بنکه و باده احتمالاً از اینجا گرفته شده باشه، از بانکا گرفته شده باشه، به معنی جامی که درون یه ظرف دربسته است که این چیز، این عطر و بوی شراب یا الکلش ازش نره، چون وقتی بره نمیدونم مثل این که خوردنی نمیشه. نمیدونم گفت چی؟ اولا می kime gösterip cüret, بنکه endürmeye سر endürmeye, بنکه endürmeye سر طاعت. این بنکه یعنی بنه اندرمیه طاعت، یعنی برای من سر طاعت نیاره. ولی بنکه که اینجا میگه بانکه، اگه این رو بگیریم به مفهوم اون ظرفی که شراب توش هست، نه جام ها متفاوته. جام درباز یه ظرف شیشه‌ای یا یه ظرف مسی یا ظرف طلایی هستش که دسته داره، شما یه چیز رو میریزید داخلش، برای یه مدتی تو این نگه میدارید و میخوری تموم میشه، درش همیشه بازه و عطر، هر چیزی که به اونجا بدید هم عطرش بوش و هم خودش بخار میشه میره. ولی بانکا یا بنکه یه چیزی هستش که دربسته هست، شما میتونید از اون هم بخورید، ولی درشو باید ببندید برای اینکه فاسد نشه داخلش. بنکه indirmiye سر طاعت.
من اینجا این بنکه رو بنگ رو به معنی بن با تشدید میخونم، بن یعنی من و بنگ و باده، من و باده. میشه خوند بانکا و باده، یعنی اون شیشه و باده، خود اون چیزی که داخل این هست. باده هم جالبه، یعنی باد دیگه، از باد میاد. خب باد قلغج شجاعت اظهار. باده قلغج شجاعت اظهار. این احتمال میدم از قلنج یا قلغج، یعنی باده قلماخ انجام دادن. حالا این قلغج یک کلمه‌ایه که من باش آشنا نیستم، اما دارم تصور میکنم که باده قلغج شجاعت اظهار، یعنی باده رو قل بکن بخور، این حالا غج قلغج یعنی انجام بده، شجاعت اظهار. فکر کنم قلغج یه کلمه مرکبی هستش که امروزه به کار نمیره، یا من باهاش آشنا نیستم، اینم بگم. کرم ادب زرگ و لاف بازارن اظهارن، ببخشید، باده قلغج به محض اینکه باده رو خوردی شجاعت اظهارن، اظهار شجاعت بکن. کرم ادب زرگ و لاف بازارن. حالا اینجا یه نقطه بالاش گذاشته دیزی üzere çöküp روان ساقی. دیزی üzere درسته، حالا درست خوندم. دیزی üzere çöküp، çökmak نشستن، افتادن. دیزی üzere çöküp روان ساقی، اون ساقی که روان بود حالا افتاده رو زانوهاش. دیز اینجا، حالا ما یه غذایی هم داریم به نام دیزی. من اولش فکر کردم اونه، ولی بعدن که معنی رو متوجه شدم دیدم که این دیزی یعنی روی زانوش افتاده. دیزی üçre çöküp روان ساقی. dedi ey باده اشرتون باقی. dedi ey باده اشرتون، اشرتک اینجا دیگه نیست، اشرتون باقی. dün که محروم idim cemalünden، dünен دیروز، dün که محروم idim cemalünden، düşmüş idim cüda visalünden، ister idim seni ki سنی جه و بیگاه. اینجا سه نقطه گذاشته، من دیگه نادیده میگیرم. استریدم سنی جه و بیگاه، جاهگاه یعنی هردن. bir acab bezme uğradım nagah. bir acab bezme uğradım nagah. uğramak یعنی رسیدم، یه بزم عجیبی درش افتادم، اغرادم، ناگهانی، انگار مثلا داشتم یه کوچه میپیچیدم یهو دیدم که اینجا جشنه. صدر بزم olmuş anda bir serheng. صدر بزم olmuş anda bir serheng. سرهنگ احتمالاً از سر و نهنگ باشه، نمیدونم، حالا نمیدونم، یعنی یک چیز بزرگ، سرهنگ بزرگ. سرکش و سبز پوش و صوفی رنگ. ظاهرین خوب gördüm eyleki var. ظاهرین خوب gördüm eyleki var. Elə o cür ki var, o cür gördüm. Batini هم دگildi بی اسرار. باطنش، من ظاهرشو همون جور که بودم اما داخلشو ندیدم. باطنی هم دگیلدی بی اسرار، اما باطنش بی اسرار نبود، سر نگه می داشت. دعوی ایلر که خضر درگاه پیر. دعوی ایلر یا دعوی ایلر ادعا. دعوی ایلر که خضر در درگاه پیر. آندن aldım camiken تکبیر. دوباره بحث به اینجا.
Ondan aldım dua ile, اشتباه خوندم، دعوی eyler ki خضر درگاه پیر، آندن aldım dua ile تکبیر. حالا این شعر ادامه داره، من تلاش کردم تا آخرش بخونم ولی چون این 3 صفحه میشه من میرم صفحه 20 رو بخونم که 19 و 20. ببینیم این شعر از کجا شروع میشه. بعضی شعرها حالت داستان داره، بلنده. من میخوام یه داستانی رو، خب بریم از همون صفحه 20 بخونیم دیگه، مهم نیست. فقط یک صفحه رو میخونم. ای رونا کشورنون، ای رونا کشورنون اوباشی، müttasil nikbetilerin başı. Müttasil nikbetilerin başı. من نکبتیلر میخونم این رو، شاید یکی دیگر یه چیز من نکبتیلرین باشی. ای اسپاس نبایه، ای سپاس نبای هر وسواس. اسپاس، ای اسپاس نبای هر وسواس. الخناس فی صدور الناس. وسواس میدونیم چی هست. اسپاس کسی که وسواسی رو ایجاد میکنه، اینجا به این معنی. ای اسپاس نبای هر وسواس. نبای احتمالاً از همون کلمه نبی هستش، خبر آورنده. ای اسپاسی که خبر میاری از وسواس ها. شما یه چیزی رو میبینید وسواس میشید، بر اساس اون یه چیزها دلیل هایی رو میگیرید، یه چیزهایی رو فکر میکنید که درسته یا غلط اینها. الخناس فی صدور الناس، ای سراسر تصورون باطل. نگاه کن این وسواس تصورای باطل. ای سراسر تصورون باطل، فسق و اقلام روز و شب مایل. شما به فسق و اقلام فکر کنم یه نوع خوابهای بد، روز و شب مایل، تصورات باطل. غالبا کیم خمیرینه تقدیر. غالبا کیم خمیرینه تقدیر. چه کسی خمیر تو را تقدیر کرده، ساخته. yüz فسادی ایلمش تخمیر. فساد صورت تو، صورت رو به کار برده بود اونجا، اینجا ادامه داره. yüz فسادی ایلمش تخمیر، که با فساد صورت تو رو خمیر کرده، تخمیر کرده. خمیر میرسه به مرحله که دیگه باید پخت دیگه، تخمیر اون مرحله است، یا استفاده کرد. دیر میشسن که هر نوار بنم. دیر میشسن یعنی میگفتی، دیر میشسن یا در میشسن. دیر البته اینجا دیر میگه. دیر میشسن که میگفتی که هر نوار بنم، که هر چه هست منم. کعبسن گر تیر باشون کو همم. کعبسن گر تیر باشون جتیر باشون. کعبسن جتیر باشون چوکی کوک همم. کعب احتمالا از کعبه میاد یا از چارچوب. کعبسن جتیر باشون. اگر کعب هستی، کعبه، اگر کعبه هستی بیار اون سرت رو. جتیر باشون کوکه هم. کوک در زبان کو به معنی ریشه. اون سرت رو بیار بی ریشت. سرت برگرده به اون ریشت. ما از ماهیت خود، از هویت خود بیگانه ایم. حالا باید اون سرمون رو بیاریم به ریشمون، چون ریشه ما ترک، ما فارس نیستیم، ما فارس زبان نیستیم، ما آذری نیستیم. اینجاش هم از اون من میتونم این مثال رو بزنم.
Sen beman cehl içinde kalmışsın. Sen hemen cehl içinde kalmışsın. Hemen این beman نیست. Sen hemen cehl içinde kalmışsın. İki üz başına ulamışsın. İki üz ببخشید دو صورت İki üz başına ulalmışsın. Ulamak رسیدن به یه جای بلند یا طولانی. Ulalmışsın یعنی رسیدی. میگه iki üz başına دو تا صورت به سرت ulamışsın مثل bulamak. حتی اینو میتونیم به معنی بولاماخ هم بخونیم. بولاماخ یعنی تولاماخ. ملاها دور سرشون یه چیزی میپیچن، میگه که تو دو صورت به روی سرت، یا به دو صورت روی سرت ساختی یا همینجوری burmusan. Hiç معقول söz demezsen sen. Hiç معقول söz demezsen sen. demezsen یعنی نمیگی تو، سن دوباره تو، demezsen sen نمیگی تو. Gandedir kim töken nemersen sen. اینجا یه مقدار موندم. Gandedir kim töken nemirsen sen. گانده یعنی در خون. گانده دور چیم töken ببخشید kötün kötük nemirsen sen. kötük درختی که بریده شده تنش مونده بهش میگیم kötük. من حالا دارم اینجوری میخونم. گانده دور چیم kötük nemirsen sen. kötük nemirsen sen. kötüken mirsen. احتمالا kötüken mirsen بخونیم سن. اینجا سواد من نرسید این رو بخونم درک بکنم. کime olsen مصاحب ای جاهل. کime olsen مصاحب ای جاهل. ای جاهل با هر که تو همراه بشی، دوست بشی، همراه بشی، olur البته تنبل و کاهل، که تو هم اون رو تنبل و کاهل میکنی. ایش مجالی گالورسه ای سرسام. ای سرسام اگر مجال کار بمونه، bir zamanın iş bir ayda tamam. کاری که باید در یک زمان کوتاه انجام بدی، bir zamanın iş یک زمان کوتاه، کاری که در یک زمان کوتاه باید انجام بده، bir ayda tamam، در یک ماه تمام میکنی. خب بریم صفحه 30. کتاب خیلی خوبیه، خیلی عالی، یعنی باید این رو خوند. و غرضون göz کوثر ise meydan کج گید. غرضون کوثر ise meydan گج. اگر غرض و هدفت غرضون کوثر رسیدن به آب کوثر هست، میدان از می گج بگذر. حالا اینجا دو نقطه زیر گذاشته، من اینو گیج خوندم اولش، بعد دیدم که نه این نمیشه. غرضون کوثریسه میدان گج یقصه آل نقدی نیسیه استمه هیچ. میگه اگر نداری، نقد نداری، یقصه اگر یعنی غرضت کوثر هستش از می بگذار، اگر این نیست یقصه اگر این نیست، آل نقدی اون چیز نقده الان در دسته اونو بگیر، نیسیه اتمه هیچ، کار نیسیه انجام نده. خیلی چیز. باده محرومی آب کوثر ایچر. باده محرومی اون کسی که از باده محرومه آب کوثر ایچر.
kimse کوثر demese mükerrer içer. Kimse کوثر demese mükerrer içer. Bu delil ile باده حالا اینجا یک چیزی نوشته که نمیتونم بخونم، خوشنویسیه. دوستانی که بتونن اینو ببینن ویدیو رو، من اینو دارم Günraymış. Bu delil ile bade künraymış. Çuze hoş nesneye beraberiymiş. Bu delil ile bade حالا اینجا güvet zaymış یا güven raymış. خب پیداش کردم. Bu دلیل ile باده güven raymış. Güvenmek ve güven ra'y olmak, yani اعتماد به nefs. Bu دلیل ile باده güven raymış. Görne hoş nesneye beraberaymış. ببین باده با اعتماد به نفس میگه جرنه خوش نسنه، باده با چه نسنه، یعنی اعتماد به نفس، güven rای برابریmiş. بنگ kimdir حریف باده اوله. بانکه همون بانکه کیم هست؟ بانکه چیست که حریف باده بشه. ما این با چیز رو، این جسم رو، این بانکا رو، این شیشه رو به خاطر این باده میخوایم. اگر این باده نباشه شیشه رو میخوایم چیکار داشته باشیم؟ این ظرف به خاطر اون روحیه که درونش هست. بنگ و باده، پس اینجا به نظر من همون بانکا هستش. بانک kimdir؟ بانکا kimdir حریف باده اولا. بحث قلصه حرامزاده اولا. حتی بخواد وارد بحث بشه با باده، یه حرامزاده از خودش. جد پاکم حقی چون ای اسرار. جد پاکم حقی چون ey esrar, olmasın dergahımda hizmetkar. Gelip indirmesen ayağımla baş. Gelip indirmesen ayağımda baş. Eylesin akıbet nemle su aş. Su در باساد، سو در زبان ترکی به معنی است جنگه. اینجا فکر کنم اینو میگه گلب اندیر مثلا ایاغیمله باش، اگر با دست با پاهات این نتونی سرتو پایین بیاری، یعنی پاهات با دستات یکی بشه، اینقدر خودتو خاکی بکنی، ایلتن عاقبت نیمله سواش. این من اینجا نمله اگه بخونم ولی یه نقطه داره، نمیدونم نمل میتونم بخونم اینجا که عاقبت با مورچه میجنگی. نمل به معنی مورچه است، نمله یعنی با مورچه. یه نقطه گذاشته، این منو یه مقدار چیز کرد. ایلسون عاقبت نمله سواش، عاقبت تن ما میره تو قبر، جنگی که میکنه جنگ با مورچه هاست. میگه gelmedin tire ruzgaru ki. Gelmedin tire ruzgaru ki köke savurmadın غبار کی. göke آسمان ها، savurmadın یعنی
ساورماخ ما میدونیم که هر چیزی رو که بتونیم از کاه جدا بکنیم یا یک چیز با ارزشی رو از غیر ارزش‌ها جدا بکنیم ساورماخ هستش. به خصوص وقتی که جلو باد میندازیم که باد اینها رو از هم جدا بکنه، این میشه ساورماخ. ساورمادون غبار کی، اینجا کی به معنی شاید تاج و مهم، یه چیز مهم باشه. دوستم آرام بیقرار علم، دوستم آرام و بیقرار علم، رد درگاه کردگار علم. بریم صفحه 40. خیلی طولانی شد، من میخواستم اینو البته علتش یه مقدار اینه که اولش هم رفتیم چند تا کتاب دانلود کردیم، یه مقدار فهم کنم یه 20 دقیقه اول چیز بود. به هر حال صفحه 40 رو بخونیم. کیم اولدون محرم و یلداش، کیمه اولدون محرم و یلداش، خبرم sırrını kıldın eylere faş. اینجا من اینو خبرن میخونم بخونم یا جرم sırrını kıldın ellere faş. Cürm این بخونیم، این خ نیست. Kime oldun mahrum yoldaş, cürm sırrını kıldın ellere faş. Eserin düşse her yere çok vaz. Çok az، ببخشید. Eserin düşse her yere çok az. Kılmaz ehli şeriat onda، kılmaz ehli şeriat onda namaz. Çakarın oldu teng zar oldu. Çakarın öldü cenگ zar oldu. Çak خراب، evini خراب. من اینجوری دارم میخونم. دوتو her ev himayetinde hubab. Eyledün alilen evini خراب. Şeyh Senane bir dem oldun yar. Terk din etti bağledi zunnar. Xumre tedbir gile etti amel. Xumre tedbir kile یا تدبیرین ببخشید اینجا کف خونده نمیشه. خمره تدبیرین نیله ادی عمل ناقه صالح تیردی خلال. یردی خلال اینجا ت خونده نمیشه، یعنی اون دو نقطه‌ای که گذاشته خونده نمیشه. ناقه صالحه یردی خلال، مثل وردی خلال. Sende yoktur tariqe cedd و ab. Cedd و ab. Sende yoktur tariqe cedd و ab. Sen edepsiz onlar اهل ادب. جد و اب. جد پدر بزرگ و مادر بزرگ اینها، اونا جد و جده هستن، یعنی جد دیگه، بذاریم پدران و اینها. اب پدر خودت. سنده یقدر طریقه جد و اب. سنده جد و آبادون یقدر، جد و آباد رو اینجا اشاره میکنه. بی ریشه‌ای، بی بطه‌ای، از یه فرهنگ و زبان و تاریخ بی بطه‌ای بیرون اومدی. اینو میخواد بگه. جد آباد نه این که مثلا تو پدر و مادر نداری، هر کسی میلیون ها پدر و مادر داره در گذشته، نه اون نیست. میگه یعنی بی بطه‌ای، بی فرهنگی، بی ریشه‌ای، با باد جا به جا میشی. سنده یقدر طریقه جد و اب. سن ادبسیز آنلر اهل ادب. تو بی ادبی، اونها اهل ادبن. سنده یقدر طبیعت فرزند. پس منافقسın
اول سعادتمند. تو یک منافق هستی، اون سعادتمنده. sen münafıksın, ol saadetmend. Serke sirkesinden dönende tapdı قبول. سرکه وقتی اون شراب، نمیدونم حالا من مراحلشو نمیدونم، ولی ظاهرا مثل این که اول سرکه میشه بعد شراب میشه، اون انگور رو حالا میذارن، نمیدونم، من اینها رو دوستان میتونن بگن. سرکسیندن دوننده تاپتی قبول. حالا اینو به این مفهوم من میگیرم دیگه، من اینو سرکه خوندم. سرکسیندن وقتی از سرکش میچرخه، تبدیل از سرکش بیرون میاد، تبدیل میشه به شراب، باده. سرکسیندن دوننده تاپتی قبول. مجلس اهل شرع راه وصول. مجلس اهل شرع راه. شرع اینجا به معنی دین هستش و قانون، نه این شرعیات که ملاها میگن، نه این نیست. بریم صفحه 50. دوستان یک چیز هست، بنکم oldu halden آگاه. بنکه oldu، بنکه هم oldu حالیدن آگاه. اون بانکا، اون چیز از حال اون شراب آگاه شد. یغدی مقدوری oldu غنچه سپاه. غنچه سپاه. حالا اینجا اون باید دید که چی میشه دیگه. این آدم های چیز که رفتن به عشق افتادن، حالا دیگه لخت میشن، از نظر روانی، از نظر درونی لخت میشن. هر بری طرفته چکتی صفی. هر بری bir tarafta çekti safi. Her biri bir tarafta çekti safi. Oldu rengin besat her tarafی. خب من به جای اون میام اینجا رو میخونم، این صفحه 51 که یه شعری بوده در بالا، یه حالا نمیدونم غزلی بوده، چی بوده، بله از اینجاست اصلا. بنگ هم در برابر ایستاده. بنگ هم در برابر ایستاده. حالا این بود و این شعری که ادامه اونه. یعنی من در اصل باید اینجوری بخونم. بنگ هم oldu halden آگاه. یغدی مقدوری oldukça سپاه. Her biri bir tarafta çekti safi. Oldu rengin besat her tarafی. ol اسرار گردی میدانه. ol اسرار گردی میدانه. سهد میدانده geldi جولانه. سهد میدانده geldi جولانه. başını açtı o götürdü teklü lütek. başını açtı o götürdü لوتک. لوتک احتمالاً یه ابزاریه برای مثلا توتک، یه ابزاری برای موسیقی مثلا. başını açtı o götürdü لوتک. girdi meydana pehlevanlar tek. Yok, ne. başını açtı o götürdü لوتک. girdi meydana pehlevanlar lek. Urdi gayette pehlevanlığa laf. Urdi yani hördü, okudu. Urdi gayette pehlevanlığa laf. istediği pehlevan kim ede مساف. حالا دیگه بقیه داستان یه چیز دیگریه. میریم صفحه آخر رو ببینیم. صفحه 158 57 و 58 که صفحه است، جلد کتاب 57. Notgo yerdün, nukt verdün. Nutk verdün که وصف ذاتون ادم. حالا خداوندا تو به من نطق دادی، نطق وردون که وصف ذاتون ادم، که تو را چی شد یهو؟
قطع شد یهو و دوباره نطق وردون که وصف ذاتون دم، شرح کیفیت صفاتون دم. الله الله bu محض اسیاندور، الله الله bu محض اسیاندور. غایت küfr و عین küfr آندور، غایت küfr و عین küfr آندور. نظر اوصاف می قلوب عمدن، نظر اوصاف می قلوب عمدن. بنگو سفنده ایلدم جویا. بنون وصفنده، بنگün وصفنده eyledim güya. Çün fuzulidir zahmu laqabim، çün fuzulidir zahmi laqabim. Acep olmaz ger olmasa edebim. Var umidim ki üzrüm ola kabul, olmaya böyle cürmüler مسئول. حسب الامر دستور مکرم و مشیر. این شعر دیگه تموم شد. اونجا اومد گفت بعضی از کلماتم به کار بردم، عذر میخوام، علتش اینه که اسمم فضوله، من فضول به خاطر اینکه فضول هستم به من ببخشید. این کلماتی رو که بی‌ادبی کردم، نگاه کنید چقدر آدم ریشه داره، چقدر جد و آباد داره، چقدر تاریخ داره. جد آباد یعنی تاریخ، گذشته رنگین و زنگین و قوی و قدرتمند و تمدن و فکر و ادب. یک چیز. حالا چی میگه آخر کتاب؟ میخواد اینجا دیگه نقشش فرق کرد، نوع نقشنگار فرق کرد، اگه دقت بکنی رنگ فرق کرد، همه چی فرق کرد. ببینید چی میگه. حسب الامر دستور مکرم و مشیر، مفخم و سردار اعظم والی ولایت. والی ولایت یه دستور داده که آقا بیا این کتاب رو بنویس برای ما. دارالسلام بغداد حسن پاشا ابن مرحوم الاعظم الوزیر الکبرا. حسن پاشا پسر مرحوم وزیر الوزراء کبرا، اون که مفخم سردار اعظم هم هست، ولایت، والی ولایت هم هست. والی ولایت، مفخم سردار اعظم. دارالسلام، اینجا دارالسلام بغداد، بغداد، دارالسلام بغداد. این بغداد دیگه، حالا میگه بغداد. حسن پاشا ابن المرحوم اعظم الوزراء الکبرا، که پسر وزیر اعظم هم هست. حالا اینجا گفتش چی هستش؟ والی دیگه، والی ولایت و خودش هم مفخم و سردار اعظم هستش در بغداد. دارالسلام بغداد. البته الشهید المغفور محمد پاشا طاب سره، که اون وزیر اعظم خودش اسمش چی بوده؟ شهید محمد پاشا بوده. و جعل جثة مسواه به حق محمد وصفیاه، كتبه العبد الدائی مصطفى بن محمد الرضوی الحسینی فی شهر سنة 80 و الالف. این رو من نوشتم. العبد الدائی، مصطفی اسمش مصطفی هستش. حالا مصطفی ابن محمد فرزند محمد، مصطفی فرزند محمد، الرضوی الحسینی، سیدم هست ظاهرا، رضوی الحسینی هستش. در چه؟ فی شهور 680 و الف، در سال 1087 1087 این شعر رو نوشته. حالا اینجا یه سوال، آیا این قسمت آخر رو که جدا کرده، این رو یک کسی که این بنگ و باده رو نوشته یا اینکه بنگ و باده رو که مرحوم فضولی نوشته، مولانا فضولی نوشته، همین قسمت آخر رو هم اون نوشته؟ این یه سوالیه که برای موند. این کتاب یه تاریخ داره در اصل. به هر حال در آخر این کتاب این نسخه برای اینکه ممکنه که بین نسخه برداری این کتاب که این تاریخ آخر رو زده، بین اون بنگ و باده اصل که نسخه برداری شده از روش تفاوت باشه تاریخش، برای همین رنگش هم عوض کرده باشه. چون که دیگه اونجا فضولی شعرش رو تموم کرد در بالا.
این پایین به نظرم میاد که اون نسخه بردار شعرش هم نمیخونه، با شعر چیز نیست، هماهنگ نیست با شعر، با متن شعر بنگ و باده نمیخونه، یعنی وزن شعر عوض شد کلا. این احتمال میدم، من احتمالم اینه که این، حالا ما میتونیم یه کاری بکنیم، به جای اینکه حالا درسته که طولانی تر میشه ولی میتونیم یه کاری دیگه بکنیم، بیایم اینجا و بگیم که کتاب بنگ و باده در چه سالی نوشته شده است. بذارید ببینیم اینجا چی میگه. بنگ و باده یک مثنوی تمثیلی در 400 بیت در وزن فعلاتون مفاعلون فعلون است که از سوی حکیم محمد فضولی سروده شده و به شاه اسماعیل صفوی اهدا گردیده است. پس قبلیه این گفتش چقدر؟ ببخشید 1087 شاه اسماعیل صفوی در چه تاریخی؟ ممکنه همون تاریخ باشه، ولی میگه این در اون تاریخ نوشته شده و به شاه اسماعیل صفوی اهدا شده. بنگ و باده مانند موش و گربه عبید زاکانی از آثار تمثیلی و طنزی بسیار معروف به حساب میاد که مورد استقبال بسیاری از شاعران دوره‌های صفویه و قاجار شده است و بارها در کلیات فضولی و یا مستقلاً چاپ شده است. کتاب بنگ و باده به تصحیح و مقدمه دکتر حسین محمدزاده صدیق توسط انتشارات تک‌درخت در 114 صفحه و در 1389 در تهران مجدداً چاپ شده. ببینیم چی. Bang و باده yani esrar ile şarap arasında bir münazireden ibaret olan bu 500 beyte yakın mesnevi Şah İsmail'e ithaf edilen Türkçe bir menzumedir ki şairin ilk cengilik eserlerinden sayılabilir. Fuzuli külliyatının birçok təb'ilərində mevcut olduğu gibi birçok Fuzuli şair Fuzuli külliyatının birçok təb'ilərində mevcut olduğu gibi ayrıca yazmalarında tesadüf olunur. Fealatun, mefailun, fealun vezni ile yazılmıştır. Şair Gazi Giray'ın bu əsərə nəzirə olaraq Qəhvə və Badə adlı kiçik bir məsnevi yazdığını müvərrix Bəkəvi söylər. Bəzi əsərlərdə bu nəzirənin Gül və Bülbül ismi ilə qeyd edilməsi Osmanlı müəllifləri cildi 2 doğru değildir. Xaliq İptekin Bang و باده algorik və sembolik bir əsərdir. Badə buze önce demişti. Buze, arak, bang, naql ve kebab gibi aslında canlı olmayan içki ve yiyecektir. Təşxis və sənətləri ilə şəxsləndirilmiş və konuşturulmuşdur. Fuzuli doğrudan doğruya söylendiği bazı fikirlerini böylece simbollerle amade etmek istemiştir. حالا میخواستیم یه چیزی ببینیم، جز متن ترکیه جالبی هست، ولی برگردیم ببینیم اینجا چی میگه. دوباره همونه، اینجا دوباره همونه، نشر فضولی. حالا ما اینجا میتونیم گفت به کی داده؟ به چی؟ گفتش که به شاه اسماعیل صفوی داده دیگه. بله، شاه اسماعیل صفوی رو اینجا میتونیم پیدا بکنیم. شاه اسماعیل صفوی، اینا حالا میتونیم تاریخشو در بیاریم. میگه که شاه اسماعیل صفوی 17 ژوئیه 1487 23 می 1000 فلان مرده. بذار ببینیم تاریخ چیز 22 دسامبر. خب اول جمادی الاول 907. این 907 شاه اسماعیل اگر به دنیا اومده باشه و 930 از دنیا رفته باشه، یعنی در 23 سالگی
از دار دنیا رفته باشه خیلی جوان مرده، خیلی جوان مرده. این در میگه این سلطنتشه، این سلطنتشه، 20 و چند سال سلطنتشه. تولدشو چرا ننوشته؟ سلطنت تاجگذاری تولدش زاده 25 رجب 892 892 متولد شده و 898 ببخشید کجا رفت؟ 892 متولد شده، 930 از دنیا رفته. 92 8 سال از اونجا 38 سال عمر کرده شاه اسماعیل صفوی. خب حالا بر اساس این ما میتونیم بگیم که این کتابی که اینجا خوندیم گفته که این نسخه هست، این گفته در سال 1087 در سال 1807 این کتاب رو نوشته، در حالی که شاه اسماعیل صفوی در 930 فوت کرده. اینجوری گفت نه؟ یه بار دیگه، شاه اسماعیل صفوی در 930 قمری هجری قمری فوت کرده، در حالی که این کتاب و این نویسنده یعنی فضولی این کتاب رو در نیمه های عمر، یعنی در زمانی که شاه اسماعیل صفوی شاه بوده این کتاب رو نوشته و تقدیم ایشون کرده. پس این کتاب عمرش میرسه به حدود مثلا بگیم که سال 900 مثلا بگیم 920، یعنی 10 سال قبل از فوت شاه اسماعیل صفوی اگر این کتاب رو نوشته و داده باشه میشه 920 و این 1087 خیلی فرق است، یعنی حدود 170 سال 160 سال فرق هستش. این 160 سال حدوداً فرق هستش. این رو نشون میده که این حالا برگردیم دوباره این کتاب برگردیم. این نشون میده که فضولی کتاب رو در اینجا تا اینجا نوشته. این کتاب توسط یه آدمی برای یه جای دیگری که به خواست همین آدم در بغداد، به خواست این آدم رونویسی شده و این کسی که این شعر رو رونویسی کرده، یعنی تنسیخ کرده، نسخه برداری کرده، اسم خودش هم احتمالاً گفته باشه، نگفته ولی نه خودم، حسب الامر دستور مکرم و مشیر، مفخم و سردار اعظم والی ولایت دارالسلام بغداد، حسن پاشا ابن مرحوم اعظم الوزراء الکبرى الشهید المغفور محمد پاشا تابسراه، پسر حسن پاشا پسر محمد پاشا که حالا والی ولایت بغداد هست. والی یه ولایتی در بغداده، نه خود بغداد دارالسلامه. و کتبه العبد. حالا این چه کسی این داستان رو نوشته؟ العبد الداعی مصطفی بن محمد. این رو هم نویسندش یعنی نسخه بردارش مصطفی پسر محمد هستش. الرضوی الحسینی فی شهر ستت سمان و الف. بسیار عالی آقا، این کتاب بسیار خوب رو هم خوندیم، یه مقدار هم فکر کنم که تونستیم حالا کار مطالعاتی هم روی این انجام بدیم. به هر حال 2 ساعت و 1 دقیقه شده. روزتون بخیر. امیدوارم که شما هم از خواندن یه چنین کتاب‌های ترکی قدیمی غنی و ادبی لذت برده باشید. امیدوارم که کسانی که فکر میکنن زبان ترکی زبانی هستش که در نیم ترم میشه درس داد، بتونن بفهمن که چه کتاب‌هایی در زبان ترکی هست.